ای در مرکز شهر کارمندان BDA به یگان مرتبه و آبرو و خدمتش اعتبار نداده پروای راهبر گروه رخشان عبدالرحمن را رشوه کردند. زیرا او به راهگذران پیش خود راه نداده نقلیاتش را راند و قاعده حرکت را ویران کرد. ادامه این موضوع را همکارمان آهنگساز فیلم آرمان ها فاروق محمد از جای واقعه نقل میکند. رعایت کردن قاعده حرکت راه برای همه حتمی است، از جمله برای حافظان نیست. چه قاعده ویران کنه؟ اکو کماندیر صورتی تیز آموزده ما وقتی دیر کروسی کنسیل نسان کیزو دیر کنیم قاعده حرکت راه به سروسیمش میشد اورس هم تک تیز اکنون مونده محققی نویسته میتیم میرید ایشی مخلصان. قاعده حرکت در راه اثر اشتراکی حرکت مسئولیت اعتبارات طلب می‌نماید، اما عصبی بی‌اهمیتی، کم تجربگی و یا بی‌مسئولیتی باشد که وقتهای آخر از طرف رانندگان ویران گردن حرکت در راه خیلی زیاد به مشاهده می‌رسد. یکی از این قاعده ویران کنان را کارمندان BDA در اینجا دستگیر کردند. همین کارا شرط لازم نبود. عبدالرحمن قاعده ویران کن سروسیمه به جای آنکه در مدت 3 دقیقه به عوض حجت رانندگیش اجازتنامه موقتی گرفته از پی کارش شود، طول 17 دقیقه است که با کارمند BDA 7 و 8 کردن نشسته است. مبین خیلی مشاهده نتیده خوبه اما من بینید شما دلیل نمی حافظ دلیل قابلو تاجیک فیلم میبینید؟ میبینم. کنه آرمانو ندیدید؟ در کنه آرمانو شما اشتراک کردگی شما خانکو وقت سیزانی توی به شما کتی همکار در وقت من اینجا کار میکنم. عبدالرحمن تن نداده خیرگیش را دوام میداد، خود را رکلام میکرد، خود را اعلان میکرد، خود را معرفی میکرد، خود را شناس میکرد، اما من نمیشناسیدم. شمایه؟ گروه رخشان. نه شما تلویزیون نمیبین؟ نه. از چی باشد که کارمند BDA حافظ نامدار را شناختن میخواست و نمیشناخت، یا میشناخت و شناختن نمیخواست؟ الو اومد راهنده پراو من ریشان میکنم او دیر کروسی من نمیفهمم کن مالا شاگردان حافظ نامدار برای کمک در حال در جای واقع پیدا شدند. چه باشه رامه؟ کمانده نه وجودت بیا زیبا اومدی نه وجودت بیا وجودت بیا رخی زیبا استودیو خری وجودت من میرم وجودت بیا چی زیبا اومدی؟ ما شما با یاردم اومدم. من تو یاردم کن تفکیس گیس من تو یاردم کن بازید کمانده اینجا؟ برا کیوه؟ شاگردم پریشان شدم دوباره شانه کماندیر طرفه شاگردی که شرمنده کند استاد را. اکنون عبدالرحمن به شرافت کمک شاگردش از حجت رانندگی موقتی هم محروم کرده شد. سال نو به مخلصان حافظ جوانی ما گروه رخشون شادی نو خواهد آورد، زیرا اکنون با حافظ پسندیدشان عبدالرحمن تست زرکاچه ها وا میخورند. این خیلی عجایب است. از غمگین عبدالرحمن مخلصانشان شاد. این خیلی عجایب است. سال روان ما حجت زیاده از 20 نفر حافظان و 10 نفر اختیاران رو رشد کردیم، چون که همش برای بهتری مردم است و قاعده حرکتی را برای همه یک است و رعایت کردن آن حتمی است و آینده عبدالرحمن پیاده میماند یا من چیزی گفته نمیتوانم، چون که او از خودش وابسته است. برای چراغی ثانوی دیر کار بودم کمتر قاعده ویران کرده موندیم. هیچ گم نی از پا کمتر پیاده هم راه میریم در کوچه ها. همتون سالنا تبریک میکنم. هیچ گاه قاعده حرکت راه رو ویران نکنید البته. امی خیلی پیاده میمونتون.